خوش آمدین دوستان عزیز به قسمت دوم از حروف خاموش یا بی صدای زبان انگلیسی. سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. مصطفی حسینی هستم از چنل انگلیسی آسان است. در این ویدیو ما به بخش دوم از حروف سایلنت یا بی صدای زبان انگلیسی آشنا میشیم. Okay, silent letters in English. حروف خاموش یا حروف بی صدا در انگلیسی. We will start with the letter H. H. حرف اول امروز ما است حرف H. When cannot we pronounce H? H رو در کجا تلفظ نکنیم؟ در لغات مثلا H در کدام قسمت تلفظ نمیشه؟ ما بعض موارد استفادهش در اینجا نوشته کردیم. مورد استفاده اول ما است when it begins with WH. When it begins with WH. زمانی که این شروع می شود یا کدام لغتی شروع می شود همراه WH. WH در اون صورت H معمولا تلفظ نمیشن. Example مثالش مثلا دو لغت داریم what when. What when. What یعنی چی. When یعنی چی وقت که در این لغات ما H را تلفظ نمونیم که بعضی لغات ها هستن مثلا مثل who معنایش میشه چی کسی که در اینجا H تلفظ میشن ولی معمولا WH شروع شو H تلفظ نمیشن. Next to usage بعدش است when it begins with GH. When it begins with GH. زمانی که لغتی با حروف GH آغاز میشن. زمانی که لغت با حروف GH آغاز میشن H ما معمولا تلفظ نمونیم. For example ghost. Ghost با معنای روح هست که در اینجا ما حرف H را تلفظ نمیکنیم. Next one بعدیش هست when it begins with H. When it begins with H. زمانی که لغتی شروع می شود یا آغاز می شود با حرف H. البته این مورد استفادهش بالای کلی لغات نیست، یعنی کلی لغات را شامل نمیشن. بعض لغات مثلا که معمولا بعد از او H یک دانه صدادار باشه ما معمولا H را تلفظ نمونیم. البته کلی لغات نیست شامل نمیشن. Example our honest. Honest. Our به معنای ساعت است. Honest به معنای صادق. در این لغات ما حروف H را تلفظ نمونیم. میخوانیم our و بعدش هم است honest. Next one بعدش when it begins with RH. When it begins with RH. زمانی که لغتی با حروف RH آغاز میشن. Example rhythm. Rhythm. The next one rhyme. Rhyme. که در این لغات ما حرف H را تلفظ نمیکنیم. Next one. Sometimes after C. Sometimes after C. گفته بعضی اوقات همیشه نه بعضی اوقات بعد از حرف C ما H را تلفظ نمیکنیم. Example choir. Choir. Technology. Technology. کویر به معنای باند یا گروه سرود است. تکنولوژی به معنای تکنولوژی است که در این لغات ما حرف H را تلفظ نمونیم که در اینجا قرار گرفته و همچنان بعد از حرف C در قسمت است تک میخوانیم تکنولوژی. Okay, here was the letter H. Now let's know about I. I در کجا تلفظ نمیشن؟ We always pronounce the letter I. یعنی ما همیشه تلفظ میکنیم حرف آی را. همیشه ما تلفظ میکنیم. But we have two exceptions. دو لغت داریم که اونا استثناء هستن که آی در اونجا تلفظ نمیشن. They are آنها هستن business. Business. نمیخوانیم business. We pronounce that business. Business به معنای تجارت است که حرف آی تلفظ نمیشن. لغت بعدیش است parliament. Parliament. Parliament به معنای پارلمان است که در اینجا ما حرف آی را تلفظ نمونیم که حرف ای بعدش را تلفظ منیم. Parliament. Next one or next letter we have K. K
K. before N. K قبل از حرف N تلفظ نمیشن. Example know. know. knowledge. knowledge. know با معنای فهمیدن یا دانستن است. knowledge با معنای علم یا دانش که حرف K رو ما در این لغات تلفظ نمیکنیم. The next letter is L. L. After A, E or U. بعد از A, E یا کی U. خب حرف L کدام قانون خاص نداره که مثلا در کجا تلفظ نشون. البته جاهای عامی که مثلا تلفظ نمیشن امی جاها هست، یعنی بعد از حروف A قرار بگیرد، E یا کی U. Example talk should. talk should. talk صحبت کردن، should معنیش میشه باید. talk که ما حرف L تلفظ نکردیم همچنان در بخش should. Friends, our next letter is M. حرف بعدی است حرف M. We always pronounce the letter M. حرف M را ما همیشه تلفظ منیم exception که استثنایش است the word mnemonic. mnemonic با معنای حفظی است که ما حرف M را در این لغت تلفظ نمونیم. البته بعضی لغات دیگر هم شاید باشه که M تلفظ نمیشه ولی قانون خاص ندارن. The next one is ain. ain. After M at the end of the word. بعد از حرف M ما حرف N تلفظ نمونیم وقتی در آخر کلمات قرار بگیرن. Example column. column. column با معنای ستون است. Next O. O. We always pronounce the letter O. همیشه حرف O تلفظ میشن ولی استثناءات دارن. Example people. people. country. country. people با معنای اشخاص است یا مردم. country با معنای کشور که ما حرف O و همچنان در این قسمت تلفظ نمونیم. استثناء زیاد داره، قانون خاصی ندارن که در کجا تلفظ نشون. Next letter is P. P with PS, PT and PN. معمولا وقتی همراه S بیاید حرف P همراه S، P با T و P با N ما P را تلفظ نمونیم. Example we have here psychology. psychology. psychology با معنای روانشناسی است که ما حرف P را در اینجا تلفظ نکردیم. And also we have some exceptions in the letter P also. همچنان در بخش حرف P استثناءات داریم ما. Example cupboard. cupboard. cupboard با معنای الماری است که ما حرف P را در اینجا تلفظ نکردیم. receipt. receipt با معنای رسید است که ما حرف P را دوباره تلفظ نکردیم. And also photo. photo که در حروف ترکیبی P و H، PH صدای ف را در اینجا میده. There were exceptions. اینا بودن بعض استثناءات که لغات دیگر هم وجود دارن. Next letter حرف بعدی است or. or. After a consonant or at the end of the word. بعد از یک حرف بی صدا. consonant letter حرف بی صدا که در ویدیوهای قبلی خوانده بودیم. اگر با حروفای بی صدا آشنایی ندارین ویدیوهای قبلی ما را ببینید. خب بعد از یک حرفی بی صدا or at the end یا که در آخر. Example water. If we say water we pronounce or. اگر ما water تلفظ کنیم ما or تلفظ کردیم. یا که بخوان store. store we pronounced or تلفظ کردیم. But this is in British English. در انگلیسی بریتانیایی باز ما or تلفظ نمونیم. Example water. water. store. store. So in British English we do not usually pronounce or after a consonant or at the end. بعد در انگلیسی بریتانیایی معمولا or تلفظ نمونیم زمانی که بعد از یک حرف بی صدا قرار بگیرن. بعد از یک حرف بی صدا or at the end یا که در آخر. The next letter is ace. ace. Before the letter I. قبل از حرف I اس معمولا تلفظ نمیشن. Example island. island. oil. oil.
آیلند به معنای جزیره است و آیلند به معنای تاقچه یا راهرو چیزا معنا میشه. خب در اینجا ما حرف اس را تلفظ نکردیم. Our next letter is T. T. Before CH. Before CH. زمان که حرف T قبل از حروف CH قرار بگیره معمولا T را تلفظ نمونیم. Example: watch. Watch. Much. Much. Watch به معنای تماشا کردن، much هم به معنای ارتباط یا ربط دادن که ما حرف T را در این قسمت تلفظ نکردیم و همچنان در لغت much. Next بعدش است words end with S T E N. لغاتی که ختم می شود با S T E N ما T را تلفظ نمونیم. Example: listen. Listen به معنای گوش دادن. Crescent یا لغات دیگر. Words end with S T L E. این لغاتی که ختم می شود با S T L E. We do not pronounce T. T را در وسط تلفظ نمونیم. Example: castle. Castle. Castle به معنای قلعه است یا لغت دیگر مثل vessel. Vessel. This was T. این بود حرف T. Next is U. After G or before a vowel. After G بعد از حرف G یا قبل از یک حرف صدادار وقت قرار بگیره ما یو را تلفظ نمونیم. Example: guard. Guard که بعد از حرف G قرار گرفته یو و ما را تلفظ نمی کنیم. یا گفتیم قبل از یک حرف صدادار قرار بگیره دوباره میتونیم همون مورد استفاده در اینجا هم داشته باشیم مثل که حرف A صدادار است یو قبل از او قرار گرفته. Or some adverbs ending with U, L, L, Y. بعضی قیدهایی که ختم میشوند با U, L, L, Y ما یو را تلفظ نمونیم. Example: successfully. Successfully. Successfully به معنای موفقیت آمیز که در این قسمت ما یو را تلفظ نمونیم. The next letter is W. W. Words begin with W or. یعنی لغات یا کلماتی که شروع میشن یا آغاز میشن با W or. Example: wrong. Wrong. Right. Right که ما W رو در قسمت تلفظ نکردیم. And also words begin with WH. بعضی کلمات هست که با WH آغاز میشن معمولا W تلفظ نمیشن. Example: who. Who. Whole. Whole. Who به معنای چی کسی؟ Whole به معنای تمام یا همه. Okay, it was the silent letters. اینا بودن حروفای خاموش یا به صدا. البته بعضی لغات هست که اونا اکسپشن هستن یعنی بدون قانون هستن که تلفظ نمیشن با حرف W مثل answer to. Answer to یا بعضی لغات دیگر که ما W رو در بین از تلفظ نمیکنیم. And we have here F, J, Q, R, X, Y and Z. They have no specific rules for being silent. اینا کسا کدام قانون خاص برای حرف خاموش یا بی صدا بودن ندارن پس اینا زیاد در لغات تلفظ میشن. Okay, they were silent letters. I hope you got something from this video. اینا بودن بخش حروفای سایلنت یا بی صدا و در این قسمت ویدیو ما به پایان میرسه تا ویدیوهای بعدی که در مورد گرامرهای دیگه و حروف دیگر بحث خواهیم کرد. الله یار و نگهدار شما.